خبر و گزارش‌های 10 می را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می‌کنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه روز 9 می در نویه شمسدین شوینی ولایت ختلون بر اثر ترکیش دو نابالغ از دهه قواق زخمی شدند. دادستانی آلمان نظامیانی را بازداشت نموده است که می‌خواستند جنایت صادر کردن مسئولیت آن را بر دوش پناهجویان بار نمایند. و خواهران در تاجیکستان تلاش دارند با قالب شکنی ثابت کنند که زنان ضعیف و ناتوان نیستند. اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک بکنیم و از وی ترسیم به هم خطرناکی بسیار دچار میشیم. در پی زلزله‌های پیاپی در نویه لخش سابق جرگاتول برخی از ساکنان به قرقیزستان همسایه هجرت کردند. کمیسیای ویژه کمیته حالت‌های اضطراری حالا مشغول تحقیق زیانی رسیده هستند، ولی به نظر می‌رسد که مردم کوچ‌بسته تصمیم گرفتند روزهای وزنین را در قرقیزستان پشت سر کنند. در این باره همکارمان زرانگیز نوروزشاه تفصیلات دارد. در پی زلزله‌های پیاپی برخی از ساکنان ناحیه لخش 300 کیلومتری شرقی دوشنبه به قرقیزستان همسایه کوچ بستند. بیشتر کوچ بستگان از جماعت الغی ناحیه لخش هستند. این عائله‌ها از جمله افرادی هستند که منزل‌هایشان در زلزله‌های اخیر در پی فرآمدن کوهپاره‌ها آسیب دیده است. دولت منونوف رئیس جماعت الغی ناحیه لخش روز 10 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت شمار این ساکنان زیاد نیست. بخشی از زمین ساکنان این منطقه نزدیک مرزی قرقیزتبارها هستند. ساکنان ناحیه لخش میگویند 2 هفته باز در اینجا زمین میلرزد و آنها از ترس خراب شدن خانه‌هایشان شب را در بیرون روز میکنند. در پی 2 زمین لرزه قوی در روزهای 3 و 5 می منزل‌های ساکنان بیش از 5 دهه در الغا و لخش این ناحیه زیان دیده است. حالا کمیسیون ویژه کمیته حالت‌های فوق‌العاده مشغول تحقیق زیانی رسیده به این ساکنان هستند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در نویه شمسدین شوهین بر اثر ترکیش 2 نابالغ از دهه قواق زخمی شدند. این حادثه بگاه 9 می در 5 کیلومتری مرز تاجیکستان افغانستان به هنگام علفشینی رخ داده است. یک مقام حکومتی نویه شمسدین شوهین گفت برادران شاهرخ 14 ساله و سنت‌الله 15 ساله فعلا در بیمارستان بستری‌اند. بر اثر ترکیش دست و سر و روی این دو کودک معیوب شده است. هنوز معلوم نیست که این مواد ترکنده از کدام زمان در اینجا باقی مانده است و به کی تعلق دارد. و یک خبر دیگر ناخوش مربوط به طفل 3 ساله از نویه عبدالرحمن جامی است. اخیراً پیوندان جسد لایق جان عبدویف را که از کنار رود وخش در نویه دوستی پیدا کردند به رادیو آزادی در این باره خبر دادند. این طفل 24 اپریل ناپدید شده بود و نزدیکانش از کاربران رادیو آزادی برای پیدا نمودن او درخواست کمک کرده بودند. مقامات آلمان میگویند که باز یک سرباز را با گمان تحریزی سوءقصد به جان سیاستمداران این کشور دستگیر نمودند. آنها این جنایت را میخواستند از نام پناهجویان انجام بدهند. به گفته دادستانی بازداشت شده ها حتی با این هدف خود را همچون پناهنده سوریه ثبت نام کردند. جزئیات موضوع از ساجده میرزا. اداره دادستانی فدرالی آلمان روز 9 می خبر داد که در رابطه با طرحریزی حمله به سیاستمداران طرفدار مهاجرت متهمی 3 بازداشت شد. اداره دادستانی میگوید که بازداشت شده شهروندی 27 ساله آلمان ماکسیمیلیان ت بوده است. فردی متهم به طور جدی با آن ابدار می شود که از روی عقیده های افراطی راستگرا بر ضد دولت عملهای خشونتبار طرحریزی کرده آن را همراه با فرانکو آ و ماتیاس ف که ماه اپریل دستگیر شدند اجرا کردنی بود. بر پایه معلومات ما حمله را میبایست فرانکو آ اجرا میکرد. با قول مقامات این 3 نفر میخواستند حمله ها را طوری براه مانند که مردم آنها را همچون عملی تروریستی اسلامی های تندرو قبول کند که در آلمان پناهنده شدند. بر پایه معلومات ما حمله را میبایست فرانکو آ اجرا میکرد. با این هدف او خود را همچون پناهجو از سوریه ثبت نام کرده بود. 3 متهم امید داشتند که با این عمل پناهجویان مسئول حمله نامیده خواهند شد. این است معلوماتی که ما در اختیار داریم. طبق اطلاع خبرگزاری ها ماکسیمیلیان ت در شهر کیل جنوبی غربی آلمان دستگیر شد. او با فرانکو آ یا فرانکو آلبرخت طور بعضی رسانه ها نام او را پورا نوشتند در پایگاه نظامی نزدیک به شهر استراسبورگ فرانسه خدمت میکرد. فرانکو آلبرخت 26 اپریل بازداشت شد. در روی خط به اصطلاح هدفهای این 3 نفر سابق پرزیدنت آلمان یوهایم گاوک،
و وزیر عدلیه هیکو ماس شامل بودند. گروه متهم این سیاستمداران را پشتیبان سیاست ورود مهاجران و خارجیان به آلمان می شمارد. این قضیه که مقامات آن را عجیب و غریب ارزیابی می‌کنند، نگرانی را در رابطه با بروز راست‌های تندرو در میان نظامیان آلمان به بار آورده است. اما رهبر بوندسویر فولکر ووکر گفت هیچ علامتی وجود ندارد که این گونه عقیده‌ها در نیروهای نظامی به شکل گسترده موجود باشد. گزارش ساجده میرزا بود و ҳоло арзёбии таҳризии куштор барои бадном кардани паноҳандагон дар Олмонро бо раҳбари минтақаи Радиои Озодӣ Аббос Ҷаводӣ идома медиҳем. соли нахустини ман аз Аббос Ҷаводӣ дар мавриди вокуниш ба ин хабар дар Олмон буд. хуш омадед ба барномаи мо. аслан оқо Ҷаводӣ бигӯед ки ин хабар дар Олмон чӣ вокунишеро ба вуҷуд овард? نگرانی از این هست که این خبر و نتیجه هایی که احتمالاً برای وزیر دفاع آلمان میتونه داشته باشد میتونه در نهایت به نتیجه انتخابات پارلمانی آلمان در تیر ماه میگویید نه در آخر تابستان امسال تاثیر بگذارد، همونطور که در نتیجه های انتخاباتی پرزیدنتی در فرانسه و آمریکا هم دیده شد و یا بیشتر احتمال میرفت که تحریک های خارجی از قبیل هک کردن ایمیل های مختلف سیاستمداران آمریکایی و فرانسوی ممکن است در نتیجه انتخابات آمریکا به خصوص تأثیر کرده باشد. همین نگرانی ها از یک طرف هست. نگرانی دوم در آلمان خب مخصوصا با در نظر گرفتن گذشته آلمان در جنگ جهانی دوم، نگرانی این هست که آبروی بین المللی آلمان و ارتش آلمان با این ترتیب ممکن است ضرر ببیند که این برای آلمانی ها مخصوصا چیز جالبی نیست. تا جایی ما میدونیم بعد چند ماه آلمان در راستای انتخابات قرار دارد و طور معلوم مسئله مهاجرت این مسئله کلیدی هست و تا کجا همین مسئله در خود انتخابات و به واسطه در حزب انگلا مرکل تاثیر خواهد گذاشت؟ نگرانی از این است که این ممکن است به خصوص در مورد انتخابات پارلمانی، به خصوص در مورد حزب سوسیال مسیحی به اصطلاح و دموکرات های مسیحی که رهبرش خانم مرکل هستند تاثیر منفی بگذارد. چرا؟ به خاطر اینکه خانم مرکل به اصطلاح در اون موجی که مهاجرها میخواستن بیاین از سوریه، از افغانستان و غیره، در و پیکر آلمان رو اگر بخوایم اینطور بگوییم تقریبا میشه گفت با آغوش باز بگوییم باز کرد و آلمان قبول کرد، به نظرم بیش از 1 میلیون نفر رو قبول کرد از مهاجرای خارجی از جمله سوریایی ها غیره و بعد دیدیم که خیلی ها از این مهاجرهای و یا داوطلبین خویشمندان مهاجرت به آلمان در اعمال تروریستی هم شرکت داشتن. نه اینکه همشون ولی بعضی هاشون شرکت داشتن و این باعث برانگیختن احساسات منفی مردم نسبت به حکومت فعلی آلمان و حکومت دموکرات مسیحی آلمان شد که البته من فکر نمی کنم در مجموع بتوند به محبوبیت خانم مرکل تأثیر چندانی برساند، ولی میتونن کمک بکنن که حزب سوسیال دموکرات که تا حالا البته در کوالیسیا بوده است با حکومت فعلی، در حکومت فعلی ممکن است اون به تنهایی و یا در اتفاق و کوالیسیا با حزب‌های دیگر و سر کار بیاید. تفصیلات این موضوع و شکل کامل صحبت در وبسایت cw.tj و آزادی ویدیو یوتیوب نشر شده است. برنامه را ادامه میدیم. شام روز 9 مای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جیمز کومی مدیر FBI اداره تحقیقات فدرالی آمریکا را از وظیفه آزاد کرد. در شرح رسمی شیوه تحقیق پرونده رخنه پشت الکترونی حزب دموکراتی ایالات متحده آمریکا همچون سبب برکناری این مقامدار عنوان شده است. کومی تحقیق دخالت روسیه را به انتخابات آمریکا نیز رهبری میکرد و پیش از مهلت به استعفا فرستاده شد. دونالد ترامپ شام روز سه‌شنبه به طور غیرمنتظره مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI را از مقامش برکنار کرد.
جیمز کامی در این وظیفه 5 سال فعالیت نمود. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور از روی توصیه دادستان کل عمل کرده است. سبب رسمی برکناری جیمز کامی نارضایتی از تحقیق قضیه شکسته شدن پاشنه های نمایندگان حزب دموکرات هنگام انتخابات سال گذشته عنوان شد. خبر استعفای مدیر اداره تحقیقات فدرالی امریکا پس از چند ساعت نشر شرح این نهاد به برآمد کامی در مجلس سنا رسانه‌ای گشت. او هفته گذشته در نزد کمیسیون گزارش داده بود. اما به باور دموکرات ها سبب برکناری انگیزه های سیاسی دارد. کامی تحقیق ارتباط احتمالی دستیاران رئیس جمهور دونالد ترامپ با مقامات روسیه را در دوره انتخاباتی رهبری میکرد. اولین سوال با مأموریت پرزیدنت این است که چرا این عمل حاضر به وقوع پیوست؟ اگر مأموریت به طرز تحقیق قضیه پیام‌های الکترونی هیلاری کلینتون از سوی رئیس اداره فدرالی تفتیشات جیمز کامی مخالفت داشت، چرا این مخالفت را در لحظه اول ورود به کاخ سفید آشکار نکرد؟ چرا او را همان وقت برکنار نکردند؟ چرا امروز؟ ما می‌دانیم که حالا مجلس نمایندگان دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی را تحقیق دارد که از آن احتمالاً ستاد ترامپ فایده برداشته است. سنات همین قضیه را تحقیق می‌کند. ما می‌دانیم که FBI هم در پی تفتیش روابط ستاد ترامپ با روسیه است. ولی سناتور جمهوری‌خواه جان مکین اظهار نمود که پرزیدنت در چارچوب صلاحیت‌هایش عمل کرده است. من متاسفم که این حادثه روی داد. پرزیدنت در چارچوب وکالتش کار کرده است. من این اقدام را احترام می‌کنم. در نامه‌ای که از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ به رهبر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا ارسال شده است، گفته شده است که ما حتما رهبری نوی را برای اداره تحقیقات فدرالی پیدا میکنیم که باوری مردم و اعتماد به اهمیت رسالت کارمندان مقامات انتظامی را برقرار میکند. برمیگردیم به توجیکستان. اگر در گذشته به ورزش مشغول شدن دختران توجیک و شرکت نمودن آنها در سبقت‌ها معمول نبود، حالا برای برخی از آنها ورزش به شغل دائمی تبدیل یافته است. دو خواهران از توجیکستان در جام آسیا از روی نمودهای آمیخته محاربه‌ها که برای یک دختر خطرناک حساب می‌شود، توانستند صاحب مدال طلا گردند. مولا رجب یوسفی با این دختران صحبت داشت و تلاش کرد سبب‌های به این نوع ورزش را آوردن آنها را بفهمد. دوگانیکا فاطمه و زهرا 25 سال دارند. این دو خواهر را تهدیدهای زندگی و دائما احساس خطر کردن در کوچه و بازار به یکی از نمودهای خطرناک ورزش آورده است. آنها در عائله 4 دخترند و همه با همین احساس یک حربه شرقی را انتخاب کردند. من فکر میکنم زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی ما فکر میکنم قوت زیاد میشه. یعنی ما می‌بینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالتی باشد ما خطرناک بکنیم، ما از وای ترسیم با هم خطرناک بسیار دچار میشیم. خواهران خالوه ها قهرمانی آسیا عاید به نماد کیک باکسینگ می باشند. زهرا خالوه نخستین بانوی تاجیک است که در این نماد ورزش صاحب مدال طلای آسیا گشته است. دو خواهر دیگرشان به تکواندو و کیک باکسینگ مشغول می باشند. آخرین مسابقه‌ای که فاطمه و زهرا در آن غالب آمدند، چمپیونات آسیا از روی نمودهای محاربه‌های آمیخته می باشد که 30 اپریل در شهر اشخابات ترکمنستان برگزار گردید. خواهران فاطمه و زهرا را نخست احساس امنیت به ورزش آورد. حالا به هر تهدید کوچک می توانند با سزا جواب گویند، اما آنها فراتر از این رفته می خواهند به مقاومت‌های دیگر آماده باشند. این مقاومت‌ها در چهارچوب مهارت و فرهنگ صورت می گیرد که رسالت یک دختر را در جامعه سنتی بیان می کند. این گزارش آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر می‌خواهید دائم در جریان تحولات توجیکستان و جهان باشد، پس سامانه www.azadi.org در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی با نام رادیوی آزادی صفحه ویژه داریم و نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر می‌شود. برای همراهی شما تشکر می‌گویم و خدا نگهبان هر یک شما و تا برنامه‌های فردا.